وقتتون بخیر. همزمان با پرکاری دولت کورپریتی جودو کریستیانیتی ایرانی برای تلاش عبور از وضعیت کنونی حاکمیتش به گذار دولت ابدی، ما نیز تلاش‌های خودمون و مبارزات خودمون رو وسعت بیشتری خواهیم بخشید در عملی تر کردن با انتشار یک منفست و هر از گاهی هم دیبیت های رو در این زمینه و بررسی تحولات پیش رو خواهیم داشت. به همین خاطر من دیروز به زبان جافی دیبیتی داشتم که اتمام حجت تام و تمام می کرد با حاکمیت دولت ایرانی و به او گوشزد می کرد که چرا ما شبح مرگباری بر فراز این دولت خواهیم بود و نابودگر این دولت خواهیم بود. خب من روند اتفاقاتی رو که دولت ایرانی داره و دولت کورپریتی یهودی ایرانی داره رقم میزنه رو بررسی میکنم و از اونجایی که این پرکاری با این دستهای نامبارک زیادی که داره توقع میشه به این مقوله ورود میکنیم. ببینید، ما طی هفته‌های گذشته شاهد یک سری اتفاقات بودیم، من جمله چیزی که بسیار بولد شد تراشیدن سر یک دانش آموز بود توسط معلمین و کادر آموزشی یک مدرسه که به سرعت یک جنبه انکار عمومی پیدا کرد توسط دستگاه‌های سوشیال میدیایی و منجر به عقب نشینی کادر مدرسه از انجام این کار شد. البته خب همه ماها دوران دهه 60 و 70 رو به خاطر میاریم که کادرهای مدرسه چه کارهایی میکردن. اما خب چرا در این دوران این مسئله به یک مطالبه عمومی تبدیل میشه و ظاهراً در این مطالبه مردم پیروز میشوند. به همچنین شما شاهد هستید که مسئله‌ای مثل خرید سیسمونی فرزند قالیباف تبدیل می شود به یک جنجال رسانه‌ای. من اگر بخوام یک فلشبک به گذشته بزنم، اوج مبارزات مرکز نشینی مردمان توده متراکم شهری تهران برمیگردد به چیزی به نام جنبش سبز و داستان سال 88 و شعار رأی من کو. ببینید، این اتفاقاتی که داره رقم میخوره همزمان میشه با اخباری که از شهر سنندج به ما میرسه. داله بر این که از بیت رهبری مأموران امنیتی از پاییز امسال در ستاد خبری سنندج مستقر شدند و اینها شروع به دستگیری های مختلف کردند و کسانی رو مورد بازجویی های گروهی قرار میدن و ظاهرا این نوع بازجویی های گروهی بازجویی های جدیدی است، طوری که شخص بازداشت شده رو اجازه استراحت و خواب بهش نمیدن و به صورت متداوم طی روزهای متوالی مورد بازجویی قرار میگیره. و چیزی که مطرح میکنن از کسانی که مورد این بازجویی قرار گرفتن اینه که اولا اینها به نحوی یک نوع مخالفت هایی با سپاه پاسداران دارن. ادعا میکنن که بعد از عبور از مسئله برجام فضای اجتماعی و سیاسی عوض میشه و تغییرات آنچنانی به خود میبینه. آنچه که به ما گزارش میدادند اینه که این بازجوها دیگه مثل بازجوهای سابق
اسمهای مستعار ندارن، هویت‌ها رو سعی نمی‌کنن پنهان کنند، در انظار عمومی حضور پیدا می‌کنن، خود رو به عنوان بازجو و مأمور امنیتی به مردم معرفی می‌کنن و حتی سعی می‌کنن که شب نشینی‌های و مراسمات رفت و آمد به خانه‌های مردم داشته باشند. همزمان با این شما شاهدید که در شهر سنندج، نه تهران، نه پاریس، نه نیویورک، در شهر سنندجی که به واسطه‌های مختلف بایستی مورد تجاوز دستگاه اجنبی بازاری کورپوریت یهود ایرانی مورد تجاوز میلیونی قرار بگیره، کسانی پیدا میشن تحت نام فعالین حوزه جامعه مدنی برساخته دستگاه‌های امنیتی که طرح مطالبات میکنند و کمپین ها درست میکنند. از این دست کمپین ها کمپین نب خشونت و حمل اسلحه سرد توسط کسی به نام امید استاد نوروزی و این آقا و همپالگی‌هاش از نیروی انتظامی تقدیر کردند بابت سرکوب و تقاضامندند که تمامی قدرت و تمامی ابزارهای زور مادی در دست حاکمیت و سلطه باشه و بایستی مردم رو به طور مطلق خلع سلاح کرد و این طبیعتاً خواسته مردمی نام میگیرد. اینی که ما در این زبان هندیش عقیم یک سری مفاهیم اروپایی دولت‌های استعماری یا کورپوریتی اروپایی رو ترجمه کردیم و به صورت روزمره تبدیل به لقلقه زبانی ماها شده و تکرار می‌کنیم و بار معنایی اینها به طور کلی عوض شده داستانی دارد. اما اینی که ما چگونه نابودگر دولت ایرانی هستیم داستانی است که از پس این تحلیل سر به در میاره. نکاتی رو که من براتون مطرح کردم این داستان رو برای شما داره تداعی میکنه که در سطح جامعه و در عمق جامعه یک سری مطالبات هست، بهش میگن مطالبات مردمی و این مطالبات پاره مواقع پاسخ داده میشه، مثل این چیزی که برخوردی که با این دانش آموز کردن و بعد منجر به تنبیه شدن کادر آموزشی مدرسه شد، یا پاره‌ای پاسخ داده نخواهد شد و وارد فاز دیگری میشه. به خاطر اینکه اینو بفهمیم من برمیگردم به چیزی به نام منیفست. منیفست یک متن رو به مردمه، یک متنیه که درش طرح یک معضل میشه، یک مسئله میشه و راه برون رفت یا حل کرده از این معضل یا حل کردن این مسئله رو در یک فرم ارائه میدن و این متن قصد مردم سازی دارد، یعنی توده بیشکل تعین یافته در تکثرات مختلف انسانی رو سعی میکنه منسجم بکنه تا پدیده‌ای به نام مردم درست بکنه که این مردم قصد پیدا میکند که در روبروی صف دشمن خود بایستند. دشمنی که آمده است خیلی از خواسته ها و مطالباتی را که او دارد از او بگیرد یا به او ندهد. همچین متن‌های مردم سازی اولا بسیار کم موجودن و همونطوری هم که گفتم خود منیفستم بعداً تبدیل به یک چیز کالایی میشه، مثل کتاب کپیتال مارکسی که کالایی شده، منیفست کمونیستی که الان سرمایه‌داری خود چاپ میکنه و خود از بابتش و از قبلش پول در میاره، یا مثل عکس چگوارایی که بر روی تیشرت های تبلیغی وجود داره و میزان فروش این تیشرت ها رو بالا میبره و آقای چگواره چریک تبدیل شده است به یک مسئله کالایی و به کالایی که مورد سوداوری سرمایه‌داری هم قرار خواهد گرفت. برای اینکه شما بتوانید رهبریت یک قیام رو بکنید
به تنهایی المانهای مشخصی رو نمیتوانید داشته باشید. یعنی شما مشخص بکنید یک کسی خب یا تحصیل کرده است یا متخصص یا اکادمیسیانه، این میتواند توان یک رهبری را داشته باشد. فضایی که بر این جهان حاکم کرده اند فضایی است که درش تصور نمی شود که نظام حاکم و وضعیت موجود وضعیت قابل تغییری است یا وضعیت نامناسبی است و می شود از این نظام هم عبور کرد و گذار کرد، همون گونه‌ای که بورژوازی خود رو قبلا در نقد متجلی میکنه و بعد خود رو تحمیل میکنه بر آنچه که فئودالیسم در اروپا گفته میشه. حالا من سعی نمی کنم ورود به واقعیات اجتماعی سرزمین خودمون بکنم. سعی می کنم که مبانی و معضلات تئوریک رو بررسی بکنم تا به کنه کلامی برسم که اون ضربه آخر رو به این دولت کورپریتی یهود اجنبی ایرانی خواهد زد. ببینید، روندی که ما احیانا مبارزات مینامیم و احیانا این روند از آغاز مدرنیته صورت میپذیره، صورتبندی میشه، فرموله میشه و غالبا متجلی میشه در مبارزات چپ با سرمایه داری یا مبارزات همگون بورژوازی و پرولتاریا در مقابل فئودالیسم و بعد رو در روی پرولتاریا با بورژوازی. صورتهایی به خود میگیره که من یک سری از اینها رو مطرح میکنم تا اینکه شما با پدیده‌ای تحت نام همین دنیای جدید به نام توده روبرو خواهید شد. شما با یک توده متکثر اتمیزه شده و متراکم در شهرها روبرو خواهید شد که اینها مقولات درازدامنی هستند. آنچه که به درد ما میخوره مقوله مردم سازیه، یعنی ایجاد یک مردم قصدمنده. خب ببینید، شما وقتی از آحاد توده های مردمان یک قلمرو کورپریتی داری صحبت میکنی، حتما از چیزی به نام مردم قصدمند صحبت نمی کنی. شما از افراد تکینه های متکثری در تعینات داری صحبت میکنی که دارای خواستها، مطالبات، نگاه ها، سطح دانایی، میزان کارایی و بازنمایی اجتماعی روبرو خواهید شد. غالبا سعی میکنن که این پتانسیل اعتراضی رو منتسب بکنن به محرومان، ضعیفان، گرسنگان، گتونشین ها، به حاشیه رانده ها و گمنامان و میگن اینا خب به واسطه گمنامی، مورد ستم واقع شدگی، محروم بودگی، پتانسیل این تلمبار شدن مطالباتی رو دارند. خب حالا به خاطر اینکه ما به این مطالبات برسیم، من بایستی از کلمات انگلیسی استفاده بکنم تا ما بدونیم مثلا وقتی حزب دموکرات میگه مطالبات، سلطنت طلب میگه مطالبات، مجاهدین خلق میگه مطالبات، منظورمون چیست؟ ببینید، ما یک دیماند داریم به نام مطالبات، اما این دیماند دو صورت به خود میگیره. صورت اولش اینه که شما یک چیزی رو مطالبه میکنی، یک خواستی داری و این خواست تو قابل تحققه. مثل رضا رویگری که من میتونم الان صدای رضا رویگری رو براتون پخش کنم. رضا رویگری بازیگر سینمایی که در سالمندان کهریزک قرار داره و ویدیویی از خودش منتشر کرده، ایران اینترنشنال، من و تو. این ویدیوی آقای رضا رویگری رو نشر دادن. رضا رویگری این گونه داره صحبت میکنه. رضا رویگری هستم. الان دارم با خانه سالمندان کهریزک با شما صحبت میکنم. بعد 60 سال کار من آوردن این داستان اینجا. نه تلفنی دارم، نه این کارتم خانه من برداشته. ایران سلن هیچکی اصلا ندارم شما. من نمیتونم برای کارم به کسی زنگ بزنم، نه اونا به من زنگ بزنم. با همه
قطع اعتبار بعد مأمور ملاقات هم کرده بودن. خب رضا رویگری به عنوان یک چهره سلبریتی پابلیک فیگور، به عنوان اکتر سینما، شاید در برهه‌هایی کارهایی که برای حاکمیت یهود ایرانی کرده، امروز یک انسان طرد شده در یک خانه سالمندانی است در کهریزک، با چهره مظلوم، تکیده و ضعیف از طرفدارهاش و وجدان عمومی مردم خواهش میکنه که اون رو از این وضعیت نجات بدن و میگه که من طرفدارهای زیادی دارم. این تقاضا است، این ریکوسته. ببینید رضا رویگری التماس میکنه، اولا چهره تکیده، پیر، تنها، اینی که خانومم منو اینجا گذاشته، سیم کارتم عوض کرده. خب مردی که مورد ظلم فامیلیش واقع میشه، زنش واقع میشه، داره ترحم عمومی تا ماها فکر کنیم سرنوشت تک تک ماها مثل او خواهد بود. رو به حاکمیت هم حرف نمیزنه. اینجا خواسته رضا رویگری به انگلیسی میشه ریکوست، تقاضا داره، تقاضای عاجزانه، مظلومانه، از سر ضعف، اخلاقاً تو رو در یک وضعیت اخلاقی میخواد بذاره، با وجدان تو میخواد برخورد بکنه. این یک تقاضای پرروانه نیست، یک تقاضای مطالبه گر یقه‌گیر یا به قول انگلیسی ها کلیم نیست. پس ما یه ریکوست داریم، یه کلیم داریم. ریکوست اینه که قابل تحققه، بهت میدن. مثل چه؟ مثل اون تقاضایی که زلفای یک دانش آموز رو شما قیچی میکنی، جامعه بیدار ایرانی، مردمان فرهیخته ایرانی، مردمان از گذار تاریخ عبور کرده، هنر نزد ایرانیان است و بس، پسران کوروش و پسران مولانا حالا به این نتیجه رسیدن که قیچی کردن موهای سر یک پسر در یک دانش آموز در مدرسه به وجدان عمومی اینها آسیب زده، آسیب بسیار بزرگی زده. این یه ریکوسته، توجه میفرمایید، خیلی هم خطرناک چیزی نیست. فوراً حاکمیت این ریکوست رو درست میکنه، این مطالبه رو میسازه و فوراً پاسخ میده. حالا مردم دچار این توهم میشن، چیزی که مردم نیست، یک توده پراکنده متکثر در تعینات و خواسته ها و سبک زندگی و این ترهاتی که برای اینها درست کردن. خب همین الان مرتفع میشه در این دستگاه بوروکراتیک حاکمیت یهود ایرانی. همین چیزی که رضا رویگری میگه. رضا رویگری حالا با ترحمی که میخواد از چهره پیر تکیده تنهای مورد ظلم واقع شده، به انزوا خزانده شده، آیسولیت شده رو باز بنماید تا وجدان عمومی آنچه که بهش میگه جامعه یا طرفداران خاص خود رو تکون بده که ایشون رو از این وضعیت در بیاره. حالا اما یک سری از دماند ها کلیمند، یعنی که تو پروانه چیزی رو میخوای. حالا اینا رو کی تعریف میکنه به ریکوست؟ و بعضیاشون خود به خود این گونه‌اند، بعضیاشون حاکمیت در پاسخدهی یا ایگنور کردنشون صورتهای اینها رو تغییر میده، از ریکوست تبدیل میشه به کلیم. مثل چه؟ مثل اینکه کارگران 1905 شهر سن پترزبورگ یا روسیه وقتی میخوان انقلاب روسیه رو بکنند، نمیخوان انقلاب بکنن که اینها وعده میدن به تزار که ما در خانه تزار میریم و با پدر خود که تزار است و زنده باد تزار و سرودهایی در وصف بزرگی تزار به طرف کاخ تابستانی تزار میرن. اینا ریکوست دارن، خواسته دارن، اما مأموران تزار با گلوله پاسخ اینها رو میدن. اینجا وقتی جواب گرفته نمیشه، این ریکوست تبدیل به کلیم میشه، تبدیل به یک امر مهمی میشه که اینها
بر هم تلمبار خواهند شد. مثل چه؟ دولت ایرانی میاد، حالا که ما اینو فهمیدیم میفهمیم حاکمیت به این پی برده شما وقتی بازارسازی کردی، اجتماع رو بر اساس مبادله درست کردی، پیوند بین انسانها رو تبدیل به پول کردی، یک توده متراکم اما اتمیزه شده، تکثر و متکثر در تعینات صورت مردم نخواهد گرفت، آحاد توده است. چگونه می شود بر جلو مردم بودگیشون رو گرفت؟ اینها در زمانی مردم میشن که یک جزء از این مطالبات برکشیده بشه و تبدیل به کلیتی بشه که ما بقیه مطالبات دیگر رو هم پوشش بده تا بتونه ختم به یک حرکت مردمی یا به صحنه سیاسی کشاندن مردم بشه. مثال برگردیم به اون داستان جنبش سبزی که حاکمیت به راه انداخت. برادران امنیتی دیروز حالا اومده بودن جنبش سبز درست کرده بودن. خب شما محرومی، بی همه چیزی، حال بدی، بی پولی، بی شخصیتی، گمنامی، تمام اینها رو شما به هم اتصال بدن، ناگهان متبلور میشه در یک جزء کوچکی به نام این که رأی من کو. این رأی من کو مقطعی میتواند یک مردم سازی در خیابانهای تهران بکند. خب این رو حاکمیت هم میدونه. چرا؟ چون حاکمیت پیوندهای واقعی این سرزمین رو برهم زده، شکل واقعی مردم رو برهم زده، روایت دیگری سوار کرده، تلاش کرده تمام پیوندهای مردمی و اجتماعی رو از هم بگسله تا همچی توده‌ای رو خلق بکنه. حالا کار حکامان جهان شده چه؟ جورج باتای در مقوله انقلاب میگه که انقلاب‌های کلاسیک وقتی بررسی میکنه که چرا انقلاب نمیشه در این دولت‌های دموکراتیک پارلمانی، بحث میکنه که آنچه که مردم را به ظهور میرساند جبهه‌ای است که حول در هم کوبیدن اقتدار یک سر تاجدار درست میشه. در انقلابات کلاسیک، انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه، به همین خاطر مردم با سلایق مختلف، جبهه‌های جریانات مختلف با سلایق مختلف حول برهم زدن این اقتدار جبهه‌ای تشکیل میدن. اما در زمان حکومت‌های دموکراتیک که خودشون مطالبه سازی میکنن، هنجار سازی میکنن و کانون اقتدار رو پنهان میکنند، امر انقلاب به شیوه کلاسیک امکان ناپذیره، چون کانون اقتدار مشخص نیست. حالا حاکمیت مطالبه ساز، هنجار ساز چه کار میکنه؟ از صورت سیاسی به در میاد. وقتی شما میگید یک جامعه رو میخواد غیر سیاسی بکنه، یعنی چه اتفاقی میفته؟ جامعه که سیاسی میشه چه اتفاقی میفته؟ در جامعه هیکلی به نام مردم متولد میشه که این هیکل در تقابل با آن چیزی که جلوی این مردم بودگی، بروز این استعدادها، رسیدن به اون خواسته هاست رو میگیره. اون کیه؟ دشمنه. حالا این دشمن میتواند در صورتهای مختلفی تجلی پیدا بکنه. حالا مهمترینش حاکمیت، دولت، دیکتاتور، مستبد، حاکمیت، فلان مؤسسه. وقتی مردمی سیاسی میشن دشمن دارن. وقتی میگیم که جامعه‌ای سیاسی نیست و دارن ازش سیاست جدایی میکنن، چه کار میکنن؟ دقیقاً همین مرز رو پاک میکنن. مردم دیگه دشمنی نداره. مردم نمیدونه در مقابل کدام دشمن بیسته. تو دولتی رو ابدی میکنی، چگونه ابدی میکنی؟ مردم نمیدونه در مقابل کی میسته. از سیاست‌های حاکمیت دلخوره، میاد خیابون اعتراض بکنه و فوقش اینه که رهبر حزب رو عوض میکنه. 2 از کادرهای مرکزی حزبی که دولت رو تشکیل داده عوض میکنن. وزیر راه و ترابری رو استعفا میدن. به همین راحتی. اتفاقی که میفته اینه که کل حاکمیت تکون نمیخوره که
مردمی به منصه ظهور نمیرسن. و این تلاشی است که این آقایان با متفکرین و دستگاه‌های امنیتی و کارمندان اکادمیکی که درست کردن توان این رو داشتن با دستگاه‌های میدیایی که دارند این اتفاق رو در جوامع مختلف بشری شکل بدن. حالا دولت ایرانی مثل دولت اقلیم کردستان عراق دقیقاً همین کارو داره میکنه. اینا الان مدیریت مطالبه سازی، هنجار سازی و مدیریت نیازهای مردم رو میکنن. خب کی مسیح عالی نژاد رو درست میکنه؟ معصومه خانم رو کی درست میکنه؟ معصومه خانومی که همه ماها سابقهش رو میدونیم، دختر دهاتی با رفتار دهاتی، با بلاهت دهاتی در شبکه‌های مختلف ماهواره‌ای قرار میگیره. بعد این میشه تبلور یافتگی خواسته های زنان. خواسته های زنان چیه؟ میخوان روسریاشون رو نداشته باشن، میخوان استادیوم برن، میخوان تو خیابون غر بدن. این خواسته ها رو حالا پاسخ نمیدن. چهره رادیکال مسیح خانم با اون زبونش، با اون قیافش وارد حوزه کلایم میشه، از ریکوست خارج میشه و به حوزه کلایم برمیگرده. حاکمیت با دست پس میزنه، با پا پیش میکشه، یه چیزایی رو پاسخ میده، یه چیزایی رو پاسخ نمیده. چه اتفاقی میخواد بیفته؟ میخواد مردمی شکل نگیرن. این اون کاری که داره با جامعه مدنی در سنندش میکنه. یه چیزی درست کرده به نام سیویل سوسایتی در سرزمین ما که ما نتونیم بگیم که سیویل سوسایتی چیز بدیه. جامعه مدنی خیلی اسم پوزیتیو قشنگی داره، در صورتی که مثلا اگه میذاشتی اسمش میذاشتی جامعه فاحشگان تجاوز شده، چیز قشنگی نبود. این مورد تجاوز واقع شدگان فعالین انتشار اختگی، استثمار پذیری، اینها میان مطالبه میکنن ما میخوایم اسلحه‌های سرد رو جمع بکنید، همه رو بذارید در دست عناصران علی خامنه‌ای. اینا خیلی آدمای خوبی هن. ما آدمای فاسد کثیفی هستیم، امنیت نداریم، اما حاکمیت به ما امنیت میده، خواهش میکنیم این کار رو بکنید. این اون کاریه که دولت ایرانی با حزب دموکرات، با مجاهدین خلق، با سلطنت طلب، با PKK، با همه داره این کارو میکنه. جنبش سبز، چه میدونم انترهای سلبریتی مثل نرگس محمدی و محمد نوریزاد و تمام این انترهایی که ماها داریم میبینیم. چه اتفاقی میخواد بیفته؟ میخواد مردمی به منصه ظهور نرسه، مردم قصدمندی درست نشه. پس او می آید مطالبه سازی میکنه. کاری به این نداریم که یک سری نارضایتی هایی که از ضعف های خدماتی میاد، از یک سری فشارهای سیستماتیکی که منجر میشه به خیزش های یهویی و بعدم سرکوب میشه و هیچ داستانی پشتش نیست، هیچ سیستمی پشتش نیست، رو کاری نداریم. برمیگردیم به این مطالبات. حالا برگردید تک به تک مردمان این سرزمین رو بگیرید، ازشون بپرسید تو چه خواستی داری. یکی میخواد ویسکی بخوره، یکی میخواد دوست دختر داشته باشه، یکی میخواد که یه کار داشته باشه، یکی میخواد که گرسنه نباشه، یکی میخواد که استادیوم بره، یکی میخواد که بتونه تو خیابون برقراری رابطه جنسی بکنه. اینها شده مطالبات این مردم، بهش میگن مطالبات. همونطور که حزب دموکرات یا کومله یا مثلا PKK میاد بگه مطالبات مردم کرد. حالا مطالبات مردم کرد چیه؟ خب پاسخ داده نشده. مطالبات مردم کردی بوده که به زبان کردی صحبت کنیم. خب ما اصلا زبانی به نام زبان کردی نداریم. حالا دولت ایرانی خودش داره این کارو میکنه، مؤسسات مختلف خصوصی گذاشته برای تدریس این زبان. ما میخوایم برقصیم به کردی، خب بیا برقص. این مثل چی میشه؟ مثل این میشه که برادرانی که ختمیت مارکسیسم رو اعلام کردن الان مجالس ترحیم میذارن، میشینن در وصف مارکسیسم
مدیح سرایی میکنند، یک نوع استمناء ذهنی میکنند برای ارضا شدن. یه روز بدیو میخونن، یه روز نگری میخونن، یه روز لوکاچ میخونن. ببینید تمام این افاضاتی که شما دارید میخونید برای اینه که شما یک مردم قسمن بسازید. تمام حرف مارکس اینه که طبقات انجماد یافته در رعیتی 1000 ساله اروپا با بورژوازی از جا برکنده شدن. حالا اونا که اینا رو از جا برکندن تا اینها دوباره دچار حالت جیوه‌ای در موقعیت خود و وضعیت خود نشدن، ما اینها رو بر بکنیم به طرف حاکمیت. پرولتاریا بودگی تنها مهمیش در اینه که عنصر انقلاب مارکسه، وگرنه فقیری و بوجندی و بیسوادی و بیفرهنگی و نداشتن تعالی و زندگی حیوانی کردن و اینا چیز قشنگی نیست. اما همین رو بعداً به ما این گونه دادن برادران مارکسیسم که هرچی فقیرتر و بوگندوتر و کثیف‌تر و پدرسوخته‌تر و مورد استثمار واقع تر شدن و قربانی بودن چیز خوبیه، در صورتی که کنه مارکسیسم این نیست. پرولتاریا بودگی چیز خوبی نیست. پرولتاریا خوبیش در اینه که یک اکثریتی که با آگاهی که میگیرد میخواهد آگاهانه مناسبات بنیادین یک جامعه را برهم بزنه و از نوع جامعه دیگری را پیریزی بکنه. اگه این نباشه پرولتاریا بودگی به همان گندیدگی یک رأی دهقانه. این بی همه چیز از اون رأی دهقان گندیدتره. خب حالا یه مش شکست خورده که انگار نه انگار که استثمار روز به روز داره عمیق‌تر میشه، بی مصرفی روز به روز داره بیشتر میشه، نابودی انسانیت روز به روز داره بیشتر میشه. تحت نام این که کمونیسم شکست خورده، اینها به مدیح سرایی و چه میدونم مجیزه گویی و ارضاء و استمناهای ذهنی مشغولند. در سایت های مختلف و حرف های مختلف و سمینارها و کنفرانس های مختلف و فتیشیزم های علمی و زبان های متدیک مزخرف و تا اینها هیچی، یک ککم تکون نمیده. به قول مارکس در نقد گوتا به اندازی جهش یک کک هم ایجاد هیچ حرکتی نمیکنه. این لاتعالاتی که اینها میگن. پس نظام سلطه جهانی مطمئن از اینه که مدیریت کرده مردم رو. اولا از اینها یک توده های متکثر واگرای اتمیزه خودبین خودخواه بی قدرت له شده نابود ساخته که در بهترین حالتش اگر متجلی بشود اون هم در جامعه آمریکایی جوکر ازش میاد بیرون، در رادیکالترین حالتش چیزی که ازش نمیاد. همین دولت ایرانی هم داره تعقیب میکنه. پس لذا آنچه که شما میبینید تحت نام مطالبه گری و رأی من کو و نمیدونم این لاطائلات روسری هوا کردن و خودمون رو لخت کنیم و این یارو چرا سیسمونی میخره و چرا نمیخره و اینها مدیریت مردم کردن. چرا؟ چون دولت ایرانی با مطالبات سازی که میکنه میداند برای اینکه از این توده یک مردم بسازد تو بایستی یک جزء رو بر بکشی، یک دال و تویی رو برداری و این رو تعمیم کلی بده تا ما بقیه مطالبات رو پوشش بده و بتونه در کلیت خودش یک مردم بسازه که در سفارایی در مقابل دشمن قرار میگیره. حالا دشمن اونایی که رأی من کو بودن کی بود؟ اونی که رأی رو دزدیده بود. کی بود؟ علی خامنه‌ای احمدی نژاد بود. اگه تا حالا اینو فهمیدیم حاکمیت سعی داره از این کارها بکنه. خب مثلا میاد یه چیزی درست میکنه به نام مطالبات قومی. مطالبات قومی یعنی چه؟ یعنی میخوام به زبان مادریم صحبت کنم. حالا شما به این زبان مادریت که صحبت بکنی چقدر اخته صحبت میکنی، چقدر استثمار پذیر صحبت میکنی، چقدر نوکر آبانه و چاپلوسانه صحبت میکنی مهم نیست. مهم اینه که تو میخوای با زبان مادریت صحبت کنی. خب این رو تبدیل میکنه به مطالبه. من میخوام لباس مادری مطالبه بکنم در جهانی که تو شیوه زندگیت عوض شده، فرم عوض شده،
سلیقه ها عوض شده، در دنیای فشن قرار داری، این پای روابط سرمایه داری، چه اصراری میخوای مثلا تنبون کردی پات کنی یا مثلا چه میدونم لباس بلوچی تنت کنی یا مثلا از اون کلاهای فرفری آذری سرت بذاری. من نمیدونم چه چیزی میتونه باشه، کجای تو رو التیام میده، من نمیدونم. خب این مطالباتی که حاکمیت برات میسازه. یا اینکه مثلا بهت میگه که مبارزات زنان و زنانی که اصولا هیچ مخاطبی هم ندارن، هیچ مردمی هم نیست و رو در حاکمیته و کلیم میکنن یا ریکوست دادن. خب حاکمیت میگرده دنبال اینها، بعد خودش بیاد یکی از اینها رو برجسته بکنن که اگر احیانا هم برجسته شد نتواند هیچ تغییر اساسی رو ایجاد بکنه. در نتیجه اتفاقی که میفته اینه که هیچ انقلابی صورت نمیگیره، هیچ مردمی به منصه ظهور نمیرسه و شما با یک سیستم ابدی شده دولتی روبرو هستید. اما کاری که ما داریم میکنیم و کشفی که ما کردیم در پروسه انقلابی خودمون، در قیامی که برای انداختیم، اینه آنچه که میتواند مردم سازی بکنه. اولا ما مردمانی را داریم قومی شده به نام کرد، مفهومی را داریم قومی شده به نام کرد که این مفهوم در تلاش برابری سازی خود در قومیت در رعیتی است با قومیت های موهومی به نام ترک و عرب و فارس و این چیزها که هیچ وقت هم به این نمیرسه. اما همین در صورت دیگرش یک عمومیت پیدا میکنه به نام مردمانی که از سروری ساقط شده، هدایت شده به وادی بی همه چیزی و هیچ و پوچی بی مصرفی مطلق. این خصیصه مشترک جمع شونده اکثریت غالب تمامی مردمان این سرزمینه. حالا دیگه این نه مینجوب پا کردنه، نه زلفکان برباد دادنه، نه سیلیکونی کردن خوده، نه برقراری کردن روابط جنسی در خیابانه. این یک شرایط مادیه و یک شرایط عینیه که آحاد این توده که از مردم بودگی درآورده شدند رو در بر میگیره. این مردم به عینه دارن میبینن روز به روز اینها مفلوکتر، بی مالکیتتر، بی مصرفتر، مثل رضا رویگری، تنهاتر، بی قدرتتر، ایزوله شده تر، گمنامتر، به حاشیه رانده تر شدن و سرخورده تر شدن میفتن. این اون احساسی است که آحاد این مردم میکنن اما نمیتونن به زبان بیارن، اما فرموله کردنش رو نمیدونن. مانیفست آخذ این رو فرموله میکنه. بی قدرتی قدرتمندانی که حافظه تاریخیشون و تمدنیشون میگه که اینها رعیت زادگانی نبودن که تو با تاریخ یهود ایرانی بخواهی بی همه چیزی هیچ و پوچ رو ربط به یک تداوم تاریخی رعیتی در ایران بودگی بدی. پس دشمن اینجا کجاست؟ دشمن کل انتزاعی ایرانه و تجسمات مادی این کل انتزاعی به نام مؤسساتش، قانونش و تبلور قلم رویش یا کل انتزاعی کشوریش به نام ایران. این سیستم دشمن تام و تمام مردمان این سرزمین. چرا؟ چون اومده اینها را از هستی ساقط بکنه، بر تمامیت وجودی اینها
و ابزارهایی که به اینها توان به ظهور رساندن و پتانسیل های بالنده خودشون رو داره ازشون بگیره تا ازشون یک مشت توده ضعیف له شده آماده استثمار بسازه که مورد استفاده صاحبان قدرت و نظام صلح جهانی باشه. این امر مشترکه. این اون پدیده عامل انسجامه. با کشف این حلقه و این عینیت مادی و این شرایط مادی مردم به ظهور میرسد. حالا ببینید، ما یه عده رو داریم به خودشون میگم بلوچ، یه عده رو داریم که طی این توهمی که در مرکز نشستن به خود میگن یا ترک یا فارس، ولی اینها در رعیت بودگی تام و مطلق هستن، مثل امثال رضا رویگری. اینا چطوری حالشون خوب میشه از تلاشی که قوم کرد در وضعیت تعلیق قانونی قرار گرفته‌ای که در برابری سازی رعیتی ایرانی تلاش میکنه که به موقعیت او برسه، اینطوری حالش خوب میشه. حالا این امکان داره مخالفت بکنه با این منیفست، با این کد. چرا؟ چون فکر میکنه این فارسه، اما شرایط مادی زندگیش داره بهش میگه که آنچه که گفته شد صورت تغییر یافته انسان سرور کردی به فارس بودگی، یهودی بودگی، بهایی بودگی، بلوچ بودگی در انقیاد مطلق و بردگی مطلق تبدیل شده و بازنمایی میشه. اینو داره با گوشت و پوست و استخوان خودش داره لمس میکنه و همین متکثر میکنه تمامی امیدهای برباد رفته، نیازهای به منصه ظهور نرسیده، رؤیاهای نابود شده، رؤیاهای متولد نشده رو پشت سر این متن مردم ساز. ببینید، شما به خاطر اینکه بتونید بدل بزنید به یک حریف، بتونید استراتژیشو مورد حمله قرار بدید، باید ببینید تاکتیکاش، استراتژیاش چیه. دولت یهود ایرانی فکر میکنه که به اون حد نهایت از انقیاد رسیده، توانسته از تمدن ما را کلا نابود بکنه با متون جودو کریستیانیتیش، با همکاری کمپانی هند شرقی، با تعیناتی مثل مؤسسات دولتی، با انحصاراتی چون مبادله، چون پول، چون قدرت، توانسته از تمامیت سلطه مطلق خود رو تحمیل بکنه. اینجا یک کل عظیم به نام قومیتی به نام کرد در مقابلش مقاومت میکنه. این قومیت یافتگی که تلاش در برابری با رعیتی میکنه، صورت واقعی خودش رو در انسان سرور و مفهوم کل کرد سرور مخیر آزاد میبینه که همین رو تعمیم به همه میده و زیر این چتر همگی در مقابل این دشمن انقیادگر بسیج خواهند شد. حالا حاکمیت دولت یهود ایرانی یا بایستی بتواند تمامیت مالکیت را به مردم برگرداند، تمامیت انحصاراتی رو که در اختیار دارد رها بکند که نمی‌کنه، که نمیتونه، یا این که بتواند یقه خود رو از دستان ما انقلابیان خارج بکنه که اینم نمیتونه. لذا جنگ واقعی آغاز میشه. او با اقلیتی مزدور، ما با اکثریتی دارای همه چیز، دارای خاک، سرزمین، اجتماع، پیوند و نیرو. له شدگی او از همین حالا مکشوف بر همه هست. چیزی که اینجا موجود نبود اون رهبریتی بود که توان این بسیج عمومی را می داشت. اون متنی بود که این مردم سازی را می کرد. خب
تلاش مذبوحانه یک مشت کودن کارمند به نام رؤسای دولت ایرانی، یک مشت بی‌تبار، یک مشت بیریشه، یک مشت احمق به تمام معنا در برنامه‌های اربابانشون بود و خیال راحتی از ابزارهایی که داشتن. اما اینجا رو در روی یک حوزه تمدنی با یک حافظه تاریخی تمدنی و یک زندگی اجتماعی و پیوند انسانی روبرو هستند که تا به این لحظه توان در هم کوبیدن مطلق زنجیرهای این رو نداشتند و همین در مقابلشون نیست و همین نابودشون میکنه. لذا شما میبینید طرحهای حکومتی گیرایی نداره. برای کی گیرایی داره؟ برای اون توده های بی همه چیز و هیچ و پوچ شهری که یا جزء کوچانده شدگان بودن از یهودیان و گرجیان و آشوری ها و ارمنی ها و ترک های سفارشی کوچانده شده به سرزمین ما برای بازارسازی بودن که الان هیچ پیوند اجتماعی ندارن و فکر میکنن در اثر نبود مؤسسات دولتی نابود میشن. و آنچه که به اینها این مجال رو داده اینه. چرا اینها متصورن که شاید هم به درستی که اینها از اجداد کنیز و رعیتشون تبدیل شدن به بی همه چیز هیچ و پوچی به نام شهروند. خب از اون مرحله ارتقا پیدا کردن به این مرحله. اما تصور واقعی اینه که ما صاحبان این سرزمین، انسانهای سرور و آزاد، با برنامه، پروژه، بازارسازی طی 300 سال گذشته در مراحل مختلف تلاش شده که ما رو بی همه چیز به هیچ و پوچ کنن، یعنی از همه چیز ثابت کنن، بی مصرف کنن. و این کاملا داستان برعکسی است. ببینید شما وقتی مارکسیسم رو بررسی میکنید داستان اینه: یک مشت رعیت زاده تاریخاً رعیت در انجماد طبقاتی به زور از جا برکنده میشن به یمن بورژوازی. حالا همین توده های رعیتی که با شعارهای جدید بورژوازی به نام این که تو آدمی بابا، حیوانم نیستی، حقوقم داری، میتونی متعالیم زندگی کنی، میتونی وجدان هم داشته باشی، میتونی کرامت هم داشته باشی، همین رو میشه آورد و تبدیلش کرد به اکثریت سرور. خب تاریخ نشان داد که هم حیله‌گری های حاکمیت، هم اون حافظه تاریخی رعیت بودگی این اتفاق رو در فرهنگ منحط جودو کریستیانیتی انقیادگر روی نداد. خب در سرزمین کردوار این گونه نیست. ما با یک تمدن سرور و انسانهای آزادی روبرو هستیم که سیستماتیک با خودها و بست بازار جهانی سرمایه یواش یواش تقسیم میشند که ما فرمولش رو در منیفست توضیح میدیم که شما از یک عده انسان سرور میخوای بی همه چیز هیچ و پوچ بسازی. لذا اینجا مقاومت و تضاد و جنگ به اوج خودش میرسه. به همین خاطر اینها نتونستن هنوز که در این سرزمین تمامیت سلطه خود رو بروز بدن و تحمیل بکنن. نتونستن تا حالا با این لطایف الحیلی که گفتم براتون از ابتدا، مثل این دادگاه حمید نوری. ببینید دیبیت من هست ماه‌های گذشته که این آغاز حمید نوری بود. من گفتم مجاهدین خلق با دولت ایرانی همکاره که داستان تابستان 67 رو ماسمالی بکنه. ببینید دولت ایرانی میخواد وارد فاز بعدی بشه. استخوان لای زخم تابستان 67 رو نمیتونه با خود حمل کنه، باید حلش بکنه. اینه که اینا اومدن یک سناریوی ساختگی درست کردن با پوشش رسانه‌های BBC و وایس آف آمریکا و همکاری مجاهدین خلق و ایرج مصداقی و هرش نمیدونم کی و اینا اومدن یک دادگاه فرمایشی نمایشی در سوئد برپا کردن برای یک شخص پیزوری دست هزارمی که به نام حمید نوری آوردن اینجا. حالا چه اتفاقی میفته؟ خون تمامی اونهایی که در این قتل عام از بین رفتن پایمال میشه تا شهوات یک مشت فاحشه به نام اپوزیسیونی که در اروپا دچار ورشکستگی سیاسی شدن با دوگوله هایی نداشتشون ارضا بشه. این بره در اون دادگاه 4 تا اشک بریزه، یه مشت قهرمانی های دروغین کذاب به خودش
منتصب بکنه و بعد همه اینها باطل از آب در بیاد تا خون اینها پایمال بشه و این مقوله رو ماسمالی بکنه که ما میبینیم این اتفاق میفته. دولت ایرانی از این کارها میکنه، تلاشش اینه در اقلیم کردستان هم دارید میبینید. یه اقلیم کردستان ساخته از یک قومی اتنیکی، یه مشت احزاب برساخته جودو کریستیانیتی به نام اتحادیه میهنی و پارت دموکرات، یک مشت یهودزاده از خانقاه در آمده نقشبندی و قادریه به نام جلال حسام الدین و مسعود مصطفی یهودی زاده رو حاکم کردن به نام احزاب کردی. حالا مطالبه سازی میکنن برام در اوج فساد، نابودی، بر ساختن یک ابژه استثمار پذیر مطالبه‌گر در گدایی. حالا اینا رو آوردن، ازشون چی بر ساختن؟ یه مشت مطالبه‌گری که پول میخواد، نون میخواد، برق میخواد، حالش خیلی بده، در میره، اینها رو برمیسازن قشنگ. همون کار رو هم در تهران دارن میکنن. اما اتفاقی که افتاده اینه که در روند قیامی که در این سرزمین ادامه داشت و مبارزه‌ای که در این سرزمین این فرهنگ، این تمدن در مقابل انقیاد مطلق یهودی مسیحی ها از خود بروز داد، به فاز نهایی خود رسید، به تکامل نهایی خود از منظر تئوریک رسید. حالا این متن توان مردم سازی دارد، این متن مردم سازی می کند، این متن حاکمیت اجنبی بیریشه جودو کریستیانیتی بازاری را در سرزمین ما نابود می کند. این متن می کند و این اون داستانیه که ما برای شما طی این دیبیت میخواستیم بگیم. لذا شامورتی بازی های دولت ایرانی و انتریات فاحشگان سلبریتی رسانه‌ایشون ره به جایی در مطالبه سازی نمیبره. اینها با توده های شهری بدون انسجامشان، با توده های شهری مطالبات ساخته شدهشون هم نمیتونن در مقابل اراده مردمان برکشیده شده ای که تعین میابند در مردم بودگی در تضاد مطلق با این دولت یهودی مسیحی و این بازارسازی یهودی مسیحی، توان مقاومتی در مقابلش نخواهند داشت. داله بر این که اون نکته‌ای که ما از حاکمیت برگرفته ایم، از کل انتزاعی ایران، ترکیه، سوریه، عراق، این است که رسالت این تعینات دولتی و قانونی و مؤسساتی این است که از مردمان آزاد مالک مخیر سرزمین ما بی همه چیزانه، بی مالکیت هیچ و پوچ بسازه. این امر واقعی است، این شرایط عینی واقعی است که تک تک مردمان این سرزمین دارن تجربه میکنن. اونی که اینها رو نابود میکنه نه قصه است، نه داستان، نه مطالبه است، شرایط عینی و مادی حی حاضری است که مردم ما دارن تجربه میکنن و ناتوان بودن این سیستم کورپوریتی بازاری است در برگرداندن تمامیت مالکیت، در رها کردن تمامیت انحصاراتی که دارد و عقیم بودگیش در رها کردن یقش از دست ما مردم. لذا تضاد و جنگ حاصل میشه و ما تمامیت کل اینها رو نابود خواهیم کرد. پیکرها و بدنهاشون هم نابود خواهیم کرد. این اون جهش انقلابی است که بایستی میافتاد و از دل هیچ دانشگاهی به در نمی آمد الا از دل مبارزات و قیام متداومی که این مردم و این حوزه تمدنی بر علیه این نظام انقیادگر سیستماتیکی بایستی بروز میداد و ظهور پیدا میکرد.